این ویدیو خیلی عبرت آموز هست. ببینید از جلوی در کسی این خانم فروشنده رو صدا میزنه، در باز میشه، این خانم میره اون لنگه درم باز میکنه، ببینید تعظیم میکنه، احترام میکنه. اون شخص هم ظاهرا وارد مغازه میشه که دوربین او رو نشون نمیده، ولی این خانم داره اون رو میبینه، اجناس رو نشونش میده، با او صحبت میکنه. حضرت اسرائیل ملک الموت طبق قرآن کریم گاهی به شکل انسان ظاهر میشه، کما اینکه در قرآن کریم داره که برای حضرت ابراهیم و حضرت لوط و ساره همسر حضرت ابراهیم به شکل انسان ظاهر شد. به برکت دوربین های مداربسته این صحنه ها ثبت و ضبط شده که واقعا عبرت آموز هست. این خانم دوستی داره، اونم فروشنده است و اون آقایی که همراهش هست، اینا تعجب میکنن که این خانم داره با کی صحبت میکنه، چون اینها کسی رو نمیبینن. اما به محض اینکه متوجه این خانم میشه و میخواد با او صحبت کنه، او رو زمین میفته و روح از بدنش خارج میشه و حضرت اسرائیل مأموریت خودش رو انجام میده. مرگ به ما نزدیکتر از آن چیزیست که ما فکر میکنیم. خدا عاقبت هممون رو ختم بخیر کنه.